خب قبل از اینکه بخوایم مثلا میگم سوار قطار رو بشیم باید بلیت بگیریم و اینجا میخوایم اینو قیمت بلیت چقدر، این تابلو بالا هر شهر رو قیمتشو زده. الان جایی که من میخوام برم باید 770 یم بدم، به خاطر این 770 یم من پول میذارم داخل دستگاه که به من یه بلیتی بده که نسبت به مسافتی که میخوام طی بکنم و هزینهش میشه این بلیت به من بده. یه بلیت رو اینجا بر من در میاره که یه بلیت نارنجی رنگ، بقیه پولم بهم میده، شیک و مجلسی. بریم بگذاریمش توی دستگاه. وقتی شما اینو میکنین داخل دستگاه از اون ور میاد بیرون، ولی فقط با این تفاوت که یه طرفش پانچ شده و شما باید اینو حتما داشته باشین، چرا که اگه جایی نشونش بدین میفهمین که شما این مسیر رو طی کردی. اینجا هم جاییه که میتونیم منتظر قطارمون باشیم تا برسه، هم میتونیم بشینین هم سیخ وایسین. رخ قطارش هم یه همچین حالتیه، منتظر میشیم تا بیاد و بریم به مقصد خانه برسیم.